اقوانی صاحب خودت خوب مسلمان هستی درست؟ الحمدلله. پس چرا امیرالمومنین آیا دیدی تو حال خودت؟ روبرو شدی امروز؟ الحمدلله. در بله کجا دیدیش؟ الحمدلله ما امیرالمومنین ما 6 سال پیش دیدیم. نه 6 سال پیش بان از وقت که حکومت طالبا گرفته دیدارش داشتی خودت دیدیش چهرهش دیدی؟ بله دیدیمشان خودم دیدیمشان در پر مثال شورای علما که بودم در اینجا هم ما دیدیمشان و پیش از یا هم 6 سال پیش هم ما دیدیمشان الحمدلله. اونجا خو گفته میشد که آدم آمد پشت خود دور داد کرده مردم گپ زد. خب خودت اینه به عنوان یک مسلمان رفتی میگه من دیدمش مسلمان هستم من دیدم. این ملت افغانستان این دیگه از یا کافراست که تال ندیدهش یا بیدین هستن. آقای اقوانی جواب دارن؟ سوالتون درست فهمیده نشد. آقای اقوانی من گفتم این دیگه مردم افغانستانی بیش از 30 میلیون نفر دیگه که در افغانستان است یا کافراست که امیرالمومنین تا حالا خود بر از اونها نشان نمیده رهبر طالبان؟ نه خیر، نه تنها بلکه امیرالمومنین که هست امیرالمومنین ما که هست از تمام مسلمان ها هستن، نه تنها از افغان ها هستن. الحمدلله که افغان ها یعنی 99.9% مردمشون مسلمان نه شما پیشتر اینجا یک موضوع بسیار مهم گفتین امیرالمومنین تان یا رهبرتان مربوط مسلمان است کافر حق نداره در بارش گپ بزنه. وقتی که مربوط مسلمان است ملت افغانستان خود کافر نیست که بر از خود نشان نمیده. این سوال مهم است باید برش جواب بدین. نه خیر، البته هدف من یا هستن که مانند زن نوابی واری که پر مثال خودشان بشریت برابر نیست والله حالا که سویس یا مسلمان است. نه اقوانی صاحب به خودت امی حق کی داده؟ نه شریعت برات نمی حق داده، نه اسلام داده، نه قرآن داده، نه پیغمبر داده که میای ایمان یک نفر سرش خودت قضاوت میکنی. اینمی کلانترین گناه کبیره است که تو میای یک مسلمان سر ایمانش گپ میزنی که مسلمان است یا نیست. اقوانی صاحب ما ظاهر قیاس میکنیم، ظاهرش به حیث مسلمان برای ما برابر نیست. خب اگر در ظاهر باشه نفر کده نه قدر ریش خود میره دوزی میکنه کده تمام خواندگی و ناخواندگی خود میره رشوت میخوره، میره تجاوز میکنه، میره وطن مفروشه، میره جاسوسی میکنه، میره خیانت میکنه. در ظاهر به اساس چی قضاوت میکنی؟ او اقوانی صاحب امکان نداره. یک آدم بسیار خوش لباس است اما دوز است. اجازه بدین البته اسلام برای زنها حقشان معلوم کرده اما حدود و حریمشان معلوم کرده. برای مردم حق زنها نیست که در اینجا بشینن سرلوچ بشینه بعد از یا بازگپ در این قسم یک چیزا رو بزنه که مثال بله. حتی یعنی مسلمانی تو گپ زدن درست و یک برای خودت باز کی داده که بیا یک آدم